بالاخره ربات همستر از روش‌های برداشتش رونمایی کرد و شما الان باید انتخاب کنید که برای 5 مهر از چه روشی میخواید برداشتتون رو انجام بدین. یه سری نکات خیلی مهم داره که حتما باید بهش توجه کنید تا آخر ویدیو رو ببینید، چون اگه دقت نکنید ممکنه کل همستر و کل زحماتی که کشیدین برای توکن‌های همستر رو از دست بدین. خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال کارهای دلاری. اینجا تمام کارهایی که میشه از آن درآمد دلاری داشت رو بهتون آموزش میدم و از بازی‌ها گرفته تا سایت‌ها و ربات‌های مخصوص درآمد دلاری و در آینده نزدیک در مورد دراپ شیپینگ و دنیای رمزارزها که همگی جزء کارهای دلاری هستن بهتون آموزش خواهم داد. اگر این موضوعات رو دوست داری همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو فعال کن. خب بریم که بهتون بگم چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشین در اتصال به کیف پول ربات همستر. نکته اولی که باید بهش توجه داشته باشین، در هیچ صورت شما نباید به بایننس، OKX و بای بیت وصلش کنید. شاید یکی بپرسه که چرا؟ نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که KYC میخوان و KYC همون وریفیکیشن صرافی‌ها هست و متاسفانه ماها نمیتونیم احراز هویت داخل این سه صرافی انجام بدیم. و حالا جایگزینش چیه؟ یکی میاد میگه جایگزینش اینه که به ولت تلگرام بزنم. باید بگم که خیر، اونو هم متاسفانه برای ما تحریم کردن و به اونم نمیتونیم بزنیم، چون 0.98 داریم و این پسفند کشور ماست و پیشنهاد میکنم حتما مثل ایردراپ نات کوین، داگز و ایردراپ هایی که خودمون معرفی کردیم بهتون و گفتیم چجوری برداشتش رو انجام بدین و تمام نکاتش رو بهتون گفتیم، اینا هم دقیقا مثل اونا باید به تونکیپر وصلش کنید. حالا اگه کیف پول تونکیپر رو هنوز ندارین باید داخل اپ استور گوشیتون یا گوگل پلی گوشیتون باز کنید. من براتون باز میکنم تا بدونید دقیقاً به چه صورته. بعد که اپ استور گوشیتون رو باز کردین، حالا میتونه گوگل پلی باشه یا اپ استور، کافیه بخش سرچ اون اپ استور یا گوگل پلی تون بیاین و گزینه تونکیپر رو سرچ کنید. تونکیپر رو که سرچ کردین میتونید ببینید که همچین لوگویی داره و اینو باید دقیقاً دانلود کنید. توجه داشته باشین اپلیکیشن های مشابهش هم هست و البته این تونکیپره. نگاه کنید مثلا این تون ولت نوشته. تونکیپر رو قطعاً دانلود کنید که حالا ما از قبل دانلودش داشتیم و الان فقط میریم که متصلش کنیم به ربات همستر. نکته بعدی که باید حتما بهش توجه داشته باشین اینه که برای هر رباتتون یک کیف پول جدید بسازین. مثلا 3 تا همستر دارین، 3 تا کیف پول همستر بسازین. 2 تا ربات نات کوین دارین، 2 تا کیف پول نات کوین بسازین. اینو حتما توجه داشته باشین که بعد موجب از دست دادن دارایی ها و زحماتتون نشه. پس ما روی گزینه‌ای که باید انتخاب کنید آن چین ایردراپ هست که حالا کاری که من اینجا انجام میدم اینه که میام روی بخش تونکیپر و کیف پول جدید براش میسازم که البته من از قبل یک همستر اصلی یادمه براش ساختم که میتونید اینجا ببینیدش. بذارید و پیداش کنم. نگاه کنید من خودم برای هر ربات یک کیف پول جدید ساختم که میتونید ببینید. اینجا من میتونید ببینید که همستر ولت ساختم که شما هم دقیقاً اسم اون رباتی که دارین ازش استفاده میکنید و میخواین به تونکیپر وصلش کنین دقیقاً اسم همونو بذارین داخل کیف پول تونکیپرتون. حالا میایم اول و آخر اینو چک میکنیم. نگاه کنیم اون بالا نوشته UQ، آخرش نوشته 1B. اینجا نوشته UQ و آخرش نوشته 1B. حالا برای محض احتیاط میتونید 4 تای اول و آخر رو چک کنین. مثلا UQAW YX1B YX1B الان اوکی هست و به راحتی روی set as default withdraw option که کلیک کنید به همین راحتی الان کیف پول ما متصل شد و خودش هم داره ازمون تشکر میکنه. نکته که باید اینجا توجه داشته باشین، شما تا 31 شهریور ماه وقت دارین که وصلش کنین به کیف پول تونکیپر و ممکنه اگه وصلش نکنین کل دارایی هایی که داشتین از دست بره. من روی گزینه تانکس کلیک میکنم و اینجا نکته هایی که گفته که مثلا 26 سپتامبر ساعت 10 UTC یعنی دقیقاً به وقت ما میشه که 5 مهر
ساعت 13:30 یعنی ساعت 1:30 ظهر 5 مهر برامون قابلیت انتقال میاد که میتونیم این توکن هاشو انتقال بدیم به تون کیپر که حالا آموزش اونو هم براتون 0 تا 100شو میذارم، مثل همون داگز و نات کوینی که براتون قرار دادیم. پس حتما توجه داشته باشین که تا 31 شهریور وقت دارین به تون کیپر وصلش کنین و چه بهتر که همین الان که دارین ویدیو رو میبینید زود بعدش برین وصلش کنید که دیگه خیالتون راحت بشه و یادتون نره. نکته بعدی اینه که یک بخش جدیدم اومده که Reset Withdrawal Option هست که اگه مثلا پشیمون شده باشین به این کیف پول مثلا وصل کرده باشین، روی این گزینه میتونید بزنید و کیف پولتون رو تغییر بدین. نگاه کنین بعد که کیف پول تون کیپر رو وصل کرده باشین این تیکه سبز باید کنارش خورده بشه و تیکه باشه که اگه از امروز هم بخوایم حساب کنیم نوشته که 12 روز دیگه این توکن میتونیم انتقال بدیم و بفروشیمش و نقدش کنیم. یا حالا باز بهتون گفتم اونو براتون ویدیوشو میسازم. یکی دیگه از سوالا که شما دوستان از ما پرسیده بودین این بود که داخل بخش اچیومنت اگه مثلا این بخش چیتینگ ایز بد روشن باشه باید چی کار کنیم؟ بهترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که بیاین دیگه از ربات استفاده نکنید و خودتون به این بازی ها رو انجام بدین و تبلیغش رو ببینید و اون کلیدها رو بگیرین. من شخصا چون واقعا وقتشو ندارم این کلیدها رو دیگه از اون به بعدی که همستر هشدار داد و گفت ما میتونیم بررسی کنیم دیگه با ربات نزدم و همون موقع هم داخل کانال تلگرامیمون که پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایبش داشته باشین، جوین شده باشین، بهتون اعلام کردم که همستر داره بررسی میکنه و چک میکنه و ممکنه شما رو هم متوجه بشه که دارین از ربات استفاده میکنین. یکم که بیاین بالا ما براتون گفته بودیم که حتی ما یه برنامه نویس هم گرفته بودیم که یک ربات براتون بسازه. نگاه کنین اینجا براتون نوشتم، تاریخ هم زده 13 آگوست و خیلی قبلتر از اینه که همچین کارتی همستر اضافه کنه. اینجا دقیقاً بهتون گفتم که همستر داره چک میکنه و بهتره که از ربات استفاده نکنید و پیشنهادامو هم گفتم و حتی گفتم که آقا ما یه تیم برنامه‌نویس هم گرفته بودیم و واقعا یه تیم برنامه‌نویس گرفتیم که براتون داشت یک ربات میساخت که به راحتی به صورت رایگان بتونید این کلیدها رو بگیرین. ولی وقتی دیدم همچین خبری همستر داد و میتونه که متوجه بشه تصمیم گرفتم از این ربات رونمایی نکنم که یک موقع به ضررتون نشه. اینم از این بخش. و حالا پیشنهاد من برای شما چیه؟ پیشنهاد من برای شما اینه اگه که وقت دارین این بهترین راه اینه که برین بازی ها رو انجام بدین. شاید با 1 ساعت وقت گذاشتن به راحتی بتونید 20 تا 30 تا کلید بگیرید. اگر هم وقت ندارین لااقل این مینی گیم روزانه‌ش رو انجام بدین. من خودم هم فقط این بخش پازل گیمش رو روزانه انجام میدم. البته حتما این کلیدا رو به نظرم بگیرین چون این کلیدا برای نقد کردنش حالا یا مثلا تعداد سکه ها و پروفیتتون ضرب در کلید میشه، یک نقشی خواهد داشت قطعا این بخش کلیدها و اون زحماتی که دارین میکشین بی جواب نخواهد ماند. بهترینش همینه که خیلی منطقی برین داخل بازی ها و تبلیغاتشو ببینید و اون کلیدها رو بگیرین و اینجا وارد کنید که هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. پس حتما پیشنهاد میکنم کانال تلگرامی ما به آیدی $works1 جوین باشی و از آخرین اخبار ما مطلع بشی. دیگه بخشی نداره که بخوام بهتون بگم و اکثر سوال هاتون رو جواب دادم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و برای دوست همستر بازت هم بفرست تا بدونه دقیقاً چجوری میتونه به ربات تون کیپر وصلش کنه و خدای نکرده اشتباهی وصل به اون صرافی‌های دیگه نکنه که ما داخلش نمیتونیم احراز هویت رو انجام بدیم. و همچنین کیف پول تلگرام یادت نره که کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش رو فعال کنی تا هیچ ویدیویی مثل اینو از دست ندی که ویدیوی بعدی هم قراره براتون پارت نقد کردن همستر رو بذاریم، دقیقاً مثل نقد کردن نات کوین و داگزی که براتون گذاشتیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. در ادامه ویدیوی بالا رو که آموزش بهترین روش‌های کلید گرفتن در بازی‌های همستر هست رو میذارم که ببینی و ویدیوی پایین که اشتباهاتی که باعث صفر شدن سکه‌هات میشه در همستر رو برات میذارم که ببینی. ویدیوی بعدی میبینمتون.